تصور کن سوار یه هواپیما از لس آنجلس به مقصد نیویورک هستی. حالا اگه فقط دماغه هواپیما 3.5 درجه به سمت جنوب کج بشه، تو به جای نیویورک تو واشنگتن دی سی فرود میای. 3.5 درجه انقدر کمه که شاید تو کابین خلبان حس نشه، اما موقع فرود نتیجه کاملا متفاوته. زندگی ما هم دقیقا همینه. یه وقتایی یه تصمیمات کوچیک و اصطلاحاً اتمی نتایج زندگی ما رو میتونه برای همیشه عوض کنه. امروز میخوام این کتابی رو معرفی کنم که دقیقاً دست رو همین نقطه گذاشته. عادت‌های اتمی، نوشته جیمز کلیر. سلام، من محمد رحیمم و اینجا هنوز بوکباره. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم رو احتمال بسیار زیاد اسمش رو شنیدید و شاید اصلا خونده باشینش. عادت‌های اتمی یکی از معروف‌ترین کتاب‌های حوزه خودسازی دنیاست که بیش از 20 میلیون نسخه ازش فروش رفته، به بیش از 50 زبان زنده دنیا ترجمه شده و مدت‌ها تو لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده. خود نویسنده سال‌هاست که روی موضوع عادت‌ها و ساخت عادت‌ها کار کرده و اصلاً ایده نوشتن این کتاب به خاطر حادثه‌ای و اتفاقی بوده که برای خودش افتاده و بعد از یه حادثه مجبور شده که عادت‌هاش رو خورد دوباره از اول بسازه و اینجا بوده که ایده نوشتن این کتاب به سرش رسیده. بذارید داستان واقعی برای تعریف کنم. سال 2003 تیم ملی دوچرخه سواری بریتانیا یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های دنیا بود. اونها تو 100 سال گذشته فقط یه مدال طلا گرفته بودن و وضعشون اصلا خوب نبود تا اینکه یه مربی با یک ایده طلایی سر میرسه. دیو بریزفورد وارد میشه و اساس کارش رو میذاره روی بهتر کردن ذره ذره مسائلی که تیم ملی دوچرخه سواری بریتانیا با اونها روبرو بوده. چیزهایی که شاید اصلا به چشم نمی اومده. اون میاد زین دوچرخه ها رو بهتر میکنه، لاستیک‌های مختلف رو برای دوچرخه ها تست میکنه تا اونی رو انتخاب کنه که بیشترین چسبندگی رو با جاده داره. حتی به دوچرخه سوارها یاد میده چجوری دستاشون رو بشورن که کمتر دچار بیماری بشن و حتی به داخل کابین حمل دوچرخه ها هم ورود میکنه و دستور میده که رنگ اونها رو سفید کنن تا کوچکترین ذره کثیفی و آلودگی و گرد و غباری اگر دیدن اونو پاک کنن تا روی عملکرد دوچرخه‌ها تاثیر منفی نذاره. با این متدی که بریزفورد در تیم ملی بریتانیا به کار گرفت، 5 سال بعد اونها در المپیک 2008 پکن 60% مدال‌ها رو گرفتن و 3 سال بعد اونها رکورد 100 ساله تور دو فرانس رو هم شکستن. شاید کارهایی که کرد در نگاه اول خیلی ساده، جزئی و پیش پا افتاده باشن، ولی نتیجه‌ای که گرفت بسیار بزرگ. کلیر اینجا نتیجه میگیره اگر ما هر روز فقط 1% بهتر بشیم، در انتهای 1 سال 37 برابر بهتر از روز اولمون هستیم و اگر فقط 1% در طول هر روز بدتر بشیم، در انتهای سال تقریبا به 0 رسیدیم. و از این نتیجه میگیره که فاصله بین موفقیت و شکست عمدتاً یک تصمیم بزرگ نیست، بلکه مجموعه ای از تصمیم‌های کوچیکه که میتونه موفقیت و شکست ما رو رقم بزنه. ادعای جالبی که اینجا کلیر میکنه میگه هدف گذاری اونقدرام که فکر میکنیم مهم نیست. به عنوان مثال تو همین مسابقه دوچرخه سواری خب همه میخوان اول بشن، هدفشون اینه که اول بشن، موفق بشن، رو سکو برن، مدال بیارن، ولی اون کسی به هدفش میرسه که سیستم درستی رو برای رسیدن بهش انتخاب کنه. پس کلیر میگه هدف اونقدر هم مهم نیست، مهم اون سیستمیه که برای رسیدن به هدف استفاده میکنی. یعنی اگر سیستم ضعیفی رو انتخاب کنی، هر چقدر که هدف گذاریت قوی باشه باز هم به اون هدف نمیرسی. حالا میخوام راجع به یکی از عمیق‌ترین بخش‌های کتاب صحبت کنم. کلیر میگه تغییر هر رفتار 3 لایه داره. لایه بیرونی هم اون نتیجه است، مثلا کم کردن وزن. لایه میانی رفتارها، تغییر فرآیندها و سیستم‌هایی که ما استفاده می‌کنیم و مهمترین قسمت که همون لایه مرکزی تغییر هویته، یعنی نگرشی که ما نسبت به خودمون داریم. اکثر ما وقتی میخوام یک رفتاری رو بسازیم میریم از بیرونی ترین لایه شروع میکنیم. مثلا میگه من میخوام 5 کیلو وزن کم کنم، اما کلیر میگه رفتار درست دقیقاً برعکسه. کلیر میگه که بیا بگو من میخوام چه آدمی باشم، بعد بیا مشخص کن که اون آدم چه رفتارهایی داره، چه عادتهایی داره، چه کارهایی میکنه. مثلا به جای اینکه بیای بگی من سعی میکنم سیگار رو ترک کنم، بگو من سیگاری نیستم. به جایی که بگی من میخوام روزی 10 دقیقه کتاب بخونم، بگو من آدم کتابخونی هستم. این شاید در ظاهر فقط یه جمله باشه، اما کل رابطه ما رو به اون رفتار شکل میده. در واقع ما هر بار که یک عادتی رو تکرار میکنیم تا توی خودمون نهادینش کنیم، یک رأی به نفع اون هویتی که میخوایم بشیم میدیم.
وقتی که یک صفحه کتاب میخونیم داریم رأی میدیم که من آدم کتابخونیم. حالا میخوام بریم سراغ عملی کردن نقش کتاب. کلیر میگه هر عادتی از 4 مرحله تشکیل میشه: نشونه، ولع، واکنش و پاداش. مثلا تلفنمون زنگ میخوره، این یه نشونه است. کنجکاو میشیم ببینیم کیه، این ولعه. میریم تلفن رو برمی‌داریم و متوجه میشیم کی بود، این واکنشه. و اون حس رضایت از کنجکاوی که برطرف شده، این پاداشه. این چرخه پایه هر عادتی از خوب یا بده. حالا کلیر از دل این چرخه 4 قانون طلایی برای ساخت عادت خوب و ترک عادت بد میسازه. قانون اول، آشکارش کن. مغز ما به نشونه‌های واضح واکنش نشون میده. یه تکنیک ساده اینه که بگی بعد از فلان عادت رو انجام میدم. مثلا بعد از اینکه قهوه‌مو ریختم 5 دقیقه مدیتیشن میکنم. اینجوری اصطلاحاً یه زنجیره درست میکنی که بهش میگن انباشت عادت. یا اینکه مثلا میگه میخوای میوه بیشتر بخوری، بذارش تو آشپزخونه جلوی چشمت که هر موقع رد شدی یه میوه برداری. یا اینکه اگر میخوای گوشی رو کمتر چک کنی، ببر بذارش توی یه اتاق دیگه که اصلا چشمت هم بهش نیفته. قانون دوم میگه جذابش کن. کلیر یه تکنیک داره به اسم بسته‌بندی وسوسه. میگه اگر یه کاری انجامش برات اونقدر سخته که نمیتونی حتی بهش فکر کنی، به یه کاری که دوست داری گرش بزن. مثلا بگو من پادکست مورد علاقه‌مو فقط وقتی گوش میدم که دارم روی تردمیل میدوام. قانون سوم میگه آسونش کن. اینجا یکی از معروف‌ترین نظریات کتاب به اسم قانون 2 دقیقه مطرح میشه. میگه هر کاری که میخوای بکنی رو، هر عادتی که جدید میخوای بسازی رو یه جوری سادهش کن، آسونش کن که اون رو بشه توی 2 دقیقه انجامش داد. وقتی تو هدف گذاری اولیت برای خوندن کتاب اینه که من میخوام شبی نیم ساعت کتاب بخونم، معلومه که هیچ وقت سمت کتاب نمیری. بیا بگو من میخوام 1 صفحه کتاب بخونم، من میخوام 2 دقیقه کتاب بخونم. بعد به مرور این 2 دقیقه ها تبدیل میشه 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه و خودش عادت جدید رو برات شکل میده و مستمر میکنه. و در نهایت قانون 4م میگه رضایت بخشش کن. اساساً مغز ما رفتارهایی رو تکرار میکنه که بهش احساس رضایت میدن و همون لحظه پاداشش رو میگیره. خب مثلا یه فرد سیگاری بین سیگار کشیدن و خوندن کتاب، خب مسلماً سیگار کشیدن رو انتخاب میکنه چون همون لحظه بهش حس رضایت رو میده. ولی یه چیزی مثل کتاب که قبلا هم براتون توضیح دادم که لحظه‌ای نیست و مستمر رو در طول زمان به ما رضایت میرسونه، خب اون حس رضایتی که لحظه‌ای باشه رو به انسان نمیرسونه. اینجا ما یه راه داریم که یک زنجیره‌ای تعریف کنیم که پیشرفتمون رو ببینیم. مثلا اگر هر روز که کتاب بخونی روی تقویم یه تیک بزنی، بعدن که این تیک ها رو دیدی و نگاه کردی که هر روز چقدر پیشرفت کردی و چند صفحه کتاب خوندی، این حس رضایت ممکنه در تو شکل بگیره. یه نکته خیلی طلایی که کلیر توی کتاب تذکر میده راجبش اینه که اگر یک روز عادتت رو انجام ندی مشکلی نداره، ولی هیچ وقت نذار که اون یک روز بیشتر طول بکشه. چون اگر بیشتر طول بکشه در واقع اون رفتار جدیدی که خودش میتونه تبدیل به یه عادت جدید بشه و دیگه ترک کردنش برات سخته. اگر یک روز کتاب نخوندی، یک روز ورزش نکردی، مشکلی نیست، برای همه پیش میاد. شاید خسته باشین، شاید کار داشته باشین، ولی این یک روز رو هیچ وقت نذار به 2 روز تبدیل بشه، چون اون موقع دیگه ترک کردن این عادت جدید برات سخته. این کتاب به تو قول تحول یک شبه و یک دفعه‌ای رو نمیده، بلکه همونجوری که از اسمش پیش میاد، قطره قطره، اتم به اتم و ذره به ذره عادت‌های جدیدی برای شما میخواد درست کنه که کمک کنه شما بهبود پیدا کنید و به قول خودش 37 برابر بعد از 1 سال پیشرفت. خیلی از تلاش‌های ما هم تو زندگی ممکنه همینجوری باشه. تلاش می‌کنیم، کار می‌کنیم، استمرار داریم، ولی نتیجه‌ای نمی‌بینیم و خیلی وقتا دلسرد میشیم. در صورتی که اگر ادامهش بدیم و روش پافشاری کنیم و بهش امید داشته باشیم، بالاخره یک جا نتیجهش رو می‌بینیم. و من رویه‌م این نبود که بخوام اینقدر جزئی کتاب‌ها رو معرفی کنم، ولی این کتاب انقدر خوبه که تصمیم گرفتم یه معرفی نسبتاً کاملی ازش داشته باشم و بهتون توصیه میکنم حتما بخونیدش. و اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که کانال رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید و در آخر هم دوست دارم تو کامنت ها بهم بگین که شما امسال موفق شدین چه عادتهای خوبی رو تو خودتون پرورش بدین. خیلی زود میبینمتون. خدا نگهدار.